قمچین خدا صدا ندارد، هرگاه که زند دوا ندارد. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، صحبت امروز خواستم برای او همه برای کرونا ویروس صحبت کرد. میخواستم صحبت بکنم برای آنه که کرونا ویروس، این کسلی وبا یک درد هست که پیامبر الله گفت خیلی که شیر میبینید میگریزید، از این کسلی شما هم بگریزید. و صحبت میکنیم که هر کسی اگر در کدام دولتی که شهری که فسق و فجور و فسادی که بسیار کشید، الله این درد بالاشون چیکار میکنه؟ این وبا، این کرونا ویروس در باشون حاضر میکند. این خطایی که قرآن پایمال کرد، قرآن در مسرکه ها در کنیزها پرتافت و تحقیر به اسلام کرد. و الله متعال بسیار جبار است و خودشان در این درد گرفتار کرد. برادر من صدای اومد از من خواهش کرد که در همین مسئله صحبت بکن. ما درخواست انشاء رد نمیکنم، در این مسئله صحبت میکنیم که و این به ما گفت که من صحبت کردم که قرآن ویروس داره. گفت که بر ما بسیار در کامنت‌ها نویسیدن که قرآن ویروس نداره. البته قرآن ویروس نداره، لکن ما صحبت میکنیم برای شما که کسی که با الله مهربان با قانون الله سرکشی میکنی، اولش این که ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیداره. اون کسی که عبدالله مسعود میگوید که اگر هر کسی میگه که الله رو دوست میدارم، اگر قرآن نمیخونه، با قرآن عمل نمیکنه، او دروغ میگوید. قرآن چه برادر که ویروس نداره؟ اون برادری که ادعا میکنه که امروز برادر به عمدی پس پیچیکاد به عمدی بود نشه که یوتیوب در دست من است و خالق جباری که تو را آفرید، تو را خلق چشم بینا داد، دست گیرا داد. یقین بدون که قرآن یک خیلی ویروس داره که وقتی قرآن خواندی عمل نکردی. قرآن یک خیلی ویروس داره که قرآن الله مهربان گفت که نزدیکی به زنا نشو. وقتی که نزدیکی به زنا شدی، الله مهربان خار زرد میکنه. زنا 6 خصلت داره. 3 خصلتش در دنیا و 3 در قیامت. 3 تاش همه که یکمش الله رو را نورش میگیره، دومش الله ملنر هم باشه قشاقت میکنه، سومش الله عمرت برکت میگیره. اینا یکی از ویروس قرآن. دوم ویروس قرآن همه که وقتی سرکشی میکنی، ویروس همه که وقتی انسان بینماز که الله بر محمد گفت که انسان بینماز که میمره جنازش نخون، اینا به آبروگی، اینا ویروسی. از این دیگه ویروسی، از این دیگه شرمندگی هست برادرم. ویروس ها بسیار دارن، لکن تو یقین بدون که ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیداره. باز همه چی شوخی کردی، با کلام الله شوخی نکن. قرآن اگر با قرآن عاشقی کردی، با قرآن رفیق کردی، بسیار آبروت بلند میکنه. اگر که قرآن خواندی عمل نکردی، الله به آبروت میکنه. برادرم او بزرگ میگوید که بنده همان به لتقصیر خویش، بنده همان به لتقصیر خویش، عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش جز کسی. خودت گناه کردی، خود توبه عمل کن. با همه چی شوخی کردی، لکن با قرآن و با حدیث با شوخی نکن. برای سبب اگر با قرآن رفیقی کردی، الله قرآن بسیار تر به درجه های سویته خوب میتیه. اولش این که نداری قدرتی که با قرآن شوخی نکن. کرونا ویروس بسیار ویروس ها دارن. ویروس داره که آبرومندت میکنه، لکن ویروس داره که به آبروت میکنه، عزتت نمیتیه. این میخواه میکشته. دعا کنیم که پروردگار ما و شما از کسلی و کرونا ویروس از این خفاها نگاه بدارن و پروردگار ما و شما توفیق ایمان بده. از این خیلی بلاهای آخر زمان خدا ما و شما نگاه بداره. پروردگار دولت وطن ما را از این خیلی وبا کسل کرونا ویروس نگهبان باشه. باقی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.